كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا و پرهیزکاری پیشه کنید، تقوای الله رو فراموش نکنید و فراموش نکنید که چه چیزی رو برای فردای خودتون پیش میفرستید و پرهیزگار باشید نسبت به الله. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. سفر آخرت سفر سرنوشت ساز زندگی انسان هست. سفر آخرت مهمترین بخش زندگی چند هزار ساله نه، چند میلیون ساله هم نه، چند میلیارد 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 سال زندگی انسان. زندگی دنیا فقط بخشی از این چند میلیارد میلیارد ها سال و کوچکترین بخشش. چه زیبا می‌فرماید الله متعال که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم. در جای دیگری می‌فرماید که فاصله بین عشیة او ضحاها. الله متعال می‌فرماید روز مرگ، اون روزی که از دنیا میرن یا اون روزی که قیامت میشه، وقتی انسان به دنیا نگاه میکنه، به گذشته خودش، به زندگی دنیای خودش، ولو 60 70 80 و یا 100 سال هم که بوده باشه، الله تعالی میفرماید گویی که این انسان لحظه ای رو زنده مونده و با چند نفری آشنا شده. ساعتا من النهار یتعارفون بینهم. تمام انسان ها لحظه ای رو انگار زنده بودند و فقط با چند نفری آشنا شدند و حرکت کردند و دارند میرند. ما در دنیا مسافریم و انسان مسافر همیشه باید کوله بارش آماده باشه و هر لحظه منتظر باشه تا ندا بدن مسافرین فلانجا سوار بشید که داریم میریم. و اگر کوله بار همراه خودش بر نداره و یا به فکر اون لحظه نبوده باشه و یا اینکه دل خوش کرده باشه به اون ایستگاهی که برای چند لحظه توقف کردن در اون کاروان میره و این به هدفی که میخواست نمیرسه و از اون مدینه فاضله‌ای که در رویاها داشت، از اون بهشتی که انسان به تمنای اون زندگی میکنه باز میمونه. سفر آخرت رو با شما داریم پیگیری میکنیم با حضور جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری، کارشناس محترم برنامه. جناب مولانا خیلی مقدم عرض میکنم. تشکر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. ما هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه سفر آخرت که یقینا همه عزیزان علاقمندن که این سفر به خوبی بدانن و به خوبی بپیماین. خدمت همه عزیزان عرض و ادب و سلام و احترام، خصوصا خدمت جناب استاد سلیمانی صاحب بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا در برنامه‌های گذشته اشاره فرمودید به آیاتی از کلام الله مجید درباره مرگ و در برنامه آخر اشاره فرمودید به بعضی از روایاتی که رسول صلی الله علیه و سلم درباره مرگ داشتند و چند تایی بیشتر فرصت نشد تو بررسی بکنیم. ادامه روایت هایی رو که به ما کمک میکنه برای شناخت بهتر جریان مرگ رو برای ما بینندگان بیان بفرمایید ممنون میشیم.
در جلسه گذشته حدیث ابی امامه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فقط بین انسان خوشبخت که آیت الکرسی و سوره اخلاص بعد از نمازهای فرایض میخوانه هیچ مانعی نیه الا الموت. و حدیث اغتنم خمسا قبل خمسین 5 موضوع بود که اشاره شد حیاتی که قبل موتک بود. حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه بیان شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در لحظات که در حالت قبض روح قرار داشتن و نزع روح قرار داشتن و می گفتن که لا اله الا الله ان للموت لسکرات. در حدیث دیگری آمده جریان که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از دنیا میخواستن برن، چون برای انبیا علیهم السلام چنین بود که ملک موت اذن میگرفت، اجازه میگرفت که اجازه هست با این زندگی دنیای شما خاتمه داده بشه و زندگی جدید و جوار پروردگار عالم آغاز بشه. در روایت میاره که الله سبحانه و تعالی ملک الموت به شکل یک شخص زیبایی او روان میکنه به دروازه خانه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و او صدا میکنه که یا رسول الله، یا اهل بیت النبوه. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها برای حضرت فاطمه الزهرا اشاره میکنن که جواب این بنده خدا رو بدی که صدا میکنه و میفرماین بگو ای فاطمه، بگو برای ازی که یا عبدالله ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول بنفسه. تو کی هستی که صدا میکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در این لحظه مصروف و مشغول به نفس خود هستن، بیمارن، در تبن، در بالاخره مصروف به نفس خود در بیماری گرفتارن. و بعدن که این صدا میکنه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از صدای از این میفهمن و میدانن که این ملک هست. و بعدن رو به طرف فاطمه الزهرا میکنن. رسول معظم اسلام میفرماین که یا فاطمه اتدرین من هو بالباب، آیا دانستی که این کیست که به دروازه خانه هست؟ حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمودن که نه یا رسول الله، نفهمیدم، ندانستم، فقط یک شخصه که صدا میکنه. رسول معظم اسلام چند نکته در اینجا اشاره میکنن که مرگ با این جملات رسول الله صلی الله علیه و سلم ما خوب میشناسیم که این مرگ چیه، کینه و این مرگ چه کار میکنه. بعد رسول معظم اسلام فرمودن هذا هادم اللذات، این کسی که آمده که همه لذت ها را از بین ببره، لذت های دنیوی قطع کنه. و بعد ادامه فرمودن و مفرق الجماعات، یا آمده تا ای که این جمع به هم بزنه، تفرقه بکنه، یعنی از هم میپاشانه. و بعد فرمودن و هذا مرمل الازواج، یا آمده تا زنها را بیوه بکنه. و هذا موتم الاولاد، یا آمده تا اولادها را یتیم بکنه. هذا مخرب الدور، یا آمده تا این دار تخریب بکنه.
تخریب کننده خانه های. و عامر القبور، برای آبادی قبرها، اعمار قبرها تلاش میکنه. و بعد فرمودن هذا ملک الموت، این ملکیه که آمده که وظیفه قبض روح داره. در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی نکات جالب اشاره. جا داره که اینو دوباره بشنویم جناب مولانا و تفکر بکنیم. رسول معظم اسلام میفرمایند که چی وظیفه داره که آمده به دروازه خانه؟ وظیفه از اینه که این لذت‌های فانی دنیا خاتمه بده، از این شیرینی دنیا، از این هوس دنیا، از این کام دنیا، از این همه خوش و سرور و لذت‌های دنیا خلاصه آمده که همه رو منهدم بکنه، از بین ببره. این وظیفه ملک الموته، وظیفه مرگ، وظیفه مرگ، هم برای خود اون شخص هم برای دور بریش، برای اطرافیان. مفرق الجماعات و لذت های اطرافیان رو هم میگیره از اطراف. و یقینا او در خانه‌ای که مرگ داخل شد، لذت از خود شخص و از اطرافیان شخص. شخص که رفت گرمی خانه خلاصه همراه خود میبره و زنها رو بیوه میکنه و اولادها رو یتیم میکنه و خانه ها رو تخریب میکنه. خراب یعنی چی؟ یعنی خراب معنوی میکنه. و عامر القبور، ستون کاخ رویاهای انسان رو میپاشونه. عجیبه. یکی از عرفا میگه چیست دنیا؟ خاکدان کهنه و ویرانه، غصه جا و مهنت آباد و ملامت خانه. بعد میفرماید ادامیو که کسر میگه آیا دیدیم یک انسان عاقل دانایی که او خانه بسازه؟ ادامهش اینه که بر سر پل خانه، بر سر پل بیایه مسیر رود، مسیر سیل بیایه خانه بسازه. هر لحظه از این مسیر سیلاب میآیه، خانه ها رو ویران میکنه. آیا انسانی که بیایه بر سر سیلاب، بر سر یک راهی که هر لحظه خطر تهدید میکنه او خانه بسازه، این چی میگن؟ آیا این عاقل میگن؟ و انسان هایی که با این دنیایی که این لذت ها، این همه زیبایی ها، همه اینها روزی خاتمه میابه، همه اینها از بین میره، انسانی بیایه با اینها چشم بدوزه. ادامهش میگه گفتمش کیستن کندرین جان میدهن با این دنیای فانی، با این دنیایی که لذتش خاتمه میابه، با این دنیایی که خلاصه با مرگ زنها بیوه میشن، اولادها یتیم میشن، خانه تخریب میشه. با همین دنیا کیستن که جان میدهن؟ میگه گفت یا کورند یا قولند یا دیوانه، اصلا نمیدانن، نمیفهمن. شما ببینیم انبیاء علیهم السلام که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اون چیزی که من میفهمم اگر شما میفهمیدید شاید خیلی کم میخندیدید، بیشتر گریه میکردید. چی میفهمیدن؟ انبیاء علیهم السلام اگر به اوج پادشاهی هم رسیدن ولی محبت به دنیا نداشتن، دلبستگی نداشتن. به اینه که میگن
آنچه که جای علت است دنیا پرستی است، نه دنیا داری. اصلا دنیا پرستی علته، مشکله، دنیا داری نیه. مشکل انسانهای امروزی اینه که نعوذ بالله به دنیا پرستی رجوع کردن. دنیایی که مانع نماز خواندن شده، دنیایی که مانع روزه گرفتن شده، دنیایی که مانع زکات دادن بشه، دنیایی که مانع بر الوالدین بشه، دنیایی که مانع صله رحم بشه، دنیایی که مانع خلاصه همه زیبایی ها و کارهای خیر بشه، مانع رضایت الله بشه. این دنیا دیگه دنیا نیه، مصیبته. الدنیا ملعون و ملعونة ما فيها الا ذکر الله و ما والا. تمام دنیا لعنت شده الا مگر یاد خدا و او چیزی که انسان رو به خدا میرسانه. قدرتی که انسان رو به خدا برسانه زیبایه، ثروتی که انسان رو به خدا برسانه زیبایه. پس اگر این دنیایی که ما و شما میبینیم با این لذت های دنیا مرگ که خاتمه میده، پس به این حدیث اگر عزیزا یک لحظه تعمق داشته باشن، یک لحظه فکر داشته باشن که روزی با این لذت ها هم که لذت هایی که در مقابل لذت های آخرت هیچ چیزی نیه. لذت فانی، آخرت لذت باقی داره. لذت دنیا صدها مشکلات به عقیب خود داره، ولی لذت آخرت هزارها راحتی به عقیب خود داره. چرا ما بیاییم لذت باقی بگذاریم و لذت فانی ترجیح بدیم؟ پس در حقیقت انسان‌هایی که لذت دنیا بر لذت‌های آخرت ترجیح میدن، اینها اشتباه فهمیدن، اینها درست نفهمیدن، ندانستن، بیراه رفتن. نیاز به ای داره که لحظات بنشینن، فکر بکنن و تفکر داشته باشن. در این قسمت که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند تفکروا ساعت خیر من سنین، یک لحظه فکر کردن بهتر از 2 سال عبادت هست. تفکر به خاطر چی؟ این تفکر که انسان رو آشنا میکنه با معرفت الله سبحانه و تعالی، انسان رو آشنا میکنه به جریان آخرت، به جریان برزخ، به جریان خلاصه سرنوشت ابدی انسان. آیا من در این راه میرم، این راه به نفع یا به ضرر؟ اگر نفع، چقدر منفعت داره؟ آیا این در آخرت من چی ارتباط داره؟ به برزخ من چی ارتباط داره؟ با این راهی که این همه خطر، این همه وحشت، این همه راهی که انبیاء علیهم السلام ارتباط به قبر و به حشر و به اینها می ترسیدن و می لرزیدن، و چگونه در این راه به نفع و چگونه به ضرر. انسان در این راستا باید فکر بکنه و از عقل خود، از فکر خود، از اندیشه خود کار بگیره. و در حدیث دیگر که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، شخصی عبدالله ابن عمر میفرمایند شخصی آمد به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم و از اونها پرسان کرد که یا رسول الله ای المؤمن افضل، کدام مسلمان و کدام مؤمن افضله؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که احسنهم خلقا، اخلاق از او زیبا باشه، خوش اخلاق تر باشه. و بعد پرسان کرد که قال فأی المؤمنین اکیس، کدام مؤمن زیرکتره؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چی اشاره کردن؟ چقدر زیبا فرمودن اکثرهم للموت ذکرا،
کسی که مرگ زیاد یاد بیاره، فکر آخرت باشه. این از همه زیرکتره. ولی امروز عکس این قضیه تکرار شده، عکس شده. کسی که به چمو فریب و حیله و اینها کار بکنه، ایر میگن برادر مسلمان خود را فریب بده، میگن این از همه زیرکتره. کسی که به فکر دنیا باشه، فکر دنیا باشه، اصلا کسی که دنیا رو به دست بیاره به هر طریقی که میخوای باشه، میگن این انسان زیرکیه. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن کسی که آخرت رو به دست بیاره، این از همه زیرکتره، از همه هوشیارتره. احادیث زیادی داریم که به طور خلاصه و فشرده اشاره میکنیم. حدیث دیگری که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایته که میفرمایند اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عمر رو گرفتن و بعد برای عبدالله ابن عمر فرمودن که کن فی الدنیا، باش در دنیا کأنک غریب او عابر السبیل. ای عبدالله در دنیا چنان زندگی کن مثل یک غریب، یک بینوا، یک غریبه، خلاصه مسافری که آدم تنها در یک شهر. و همچنین میفرمایند او عابر السبیل، هیچ مسافری در جایی که سفر کرده دل نبسته، تمام ذهن و فکر و روح و روانش طرف منزل اصلی بوده، اقامتگاه اصلی بوده. به سختی‌های سفر هم زیاد اهمیت نداد. او عابر السبیل وعید نفسك من اصحاب القبور. هی عبدالله، همیشه بشمار نفس خود را از اشخاص و اصحاب صاحبان قبر. یعنی قبر مد نظر داشته باش، مرگ مد نظر داشته باش، متوجه باش که دنیا جایی نیست که دل ببندی. دنیا فقط یک محل عبوریه، از یک دروازه آمد، یک دروازه رفت، طرف آخرت، بهشتی که برای همیش خالدین فیها ابدا گفته شده. حدیث دیگر، روایت دیگری که از ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، حضرت ابو هریره، که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم جریان قبض روح انسان صالح، رجل صالح و رجل سور، بیان میکنن. خیلی مهمه وقتی که ملک الموت به بالین انسان مرد صالح می نشینه، چی میگه؟ اخرجی یا ایتها النفس الطیبه. و روایت دیگر آمده که یا ایتها النفس المطمئنه. فقط میگه اخرجی، بیرون شو. ملک بسیار به زیبایی اشاره میکنه و از این انسان صالح و انسانی که اوامر الله رو درست و صحیح به جا کرده، بسیار به زیبایی نفس از وجود از او بیرون میشه. فروح و ریحان و جنت و نعیم که اشاره شده. و بعد ایتها النفس الطیبه که گفته میشه، کانت فی جسد طیب. نفس طیبه در جسد طیبه، جسد پاک، رشد از او پاک شده، ذهن از او پاکه، فکر از او پاکه، قلب از او پاکه، بسیار به زیبایی برای از او گفته میشه اخرجی. اما از رجل سو، مرد بد، از شخص بد، از انسان بد اعمال، برای از او هم گفته میشه، برای نفس از او هم ملک میگه که اخرجی، بیرون بیا، ایتها النفس الخبیثه، ای نفسی که پرورش تو در خباثت شده، در بدی شده، بیرون بیا. بعد میفرمایند کانت فی الجسد خبیثه، این در جسد خبیثی رشد کرده. در ادامه حدیث رسول معظم اسلام میفرمایند که برای از این انسان، برای انسانی که نفس خبیثه، مثل از این که یک خار در وسط پنبه گذاشته بشه و بعد از داخل یک چی کش بشه بیای بیرون، چقدر این خارها
این بوته خاری که داخل پنبه هاست گیر میکنه حتما. چقدر گیر میکنه. من و این نفس خبیثه از وجود این جسد خبیثه به اون حالتی بیرون میشه که تمام وجود این را درد فرام از درون تحول بزرگ ایجاد میکنه، همه زخمدار میکنه. در حدیث دیگر انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنن که رسول معظم اسلام فرمودن اکثر ذکر الموت، شما زیاد یاد کنید مرگ را به کثرت. خب این چی نتیجه داره؟ این گناه شما رو پاک میکنه و شما رو نسبت به دنیا بی‌رغبت میکنه. انسان وقتی که مرگ رو یاد کنه، به یاد مرگ باشه. و در این قسمت حدیث دیگر گفته شد برای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم یا رسول الله هل یحشر مع الشهداء احد؟ شهدا اینقدر مقام دارن، منزلت دارن، آیا کسی با شهدا حشر میشه؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود قال نعم، بله. و بعد فرمودن چی کسانی؟ من یذکر الموت فی اليوم و لیلة 20 مره او کما قال، کسی که در شبانه روز 20 مرتبه مرگ را یاد بکنه در حقیقت تحول در وجود از او ایجاد میشه. وقتی تحول در وجود از او ایجاد شد، گناه ها از او پاک میشه، بی‌رغبت در دنیا، انسان صالح میشه. وقتی انسان صالح شد، المرء مع من احب، شهدا رو دوست داره، با شهدا در صحرای محشر حشر میشه. حدیث دیگری که ارتباط به وقتی ملک الموت می آیند به که روح حضرت ابراهیم علیه السلام که خلیل الرحمن بگیرن، گفته شده که لیقبض روحه فقال ابراهیم یا ملک الموت هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلا؟ آیا دیدید شما که خلیلی بیای روح خلیل را قبض بکنه؟ دوست، یعنی روح دوست را قبض بکنه. فعرج ملک الموت الى ربه فقال قل له، ملک الموت رفت عرض حال به الله سبحانه و تعالی کرد که ابراهیم چنین میگه. و به این طریق الله سبحانه و تعالی میگه قل له، بگو هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیل؟ برو بگو آیا دوست بعد میکنه از ملاقات دوست، خوشش نمی آید؟ حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که حرف شنیدن، وقتی که گفت فقال ابراهیم علیه السلام گفتن اقبض روحی الصاع، در این لحظه مرا قبض کن. پس مرگ برای انسانهای مؤمن، انسانهای شایسته، انسانهایی که رجل صالح یک نعمته. من احب لقاء الله احب الله لقاء. هر کس لقای الله را دوست داشته باشه، الله هم ملاقات او را دوست داره. که الله سبحانه و تعالی ما و شما محبت بده که از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم درست و صحیح عمل بکنیم و به واقعیت عاشق الله سبحانه و تعالی باشیم و عاشقانه از او دستور بگیریم. و مرگ بهترین نعمت برای محبوبان الله سبحانه و تعالی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر الزمان گفتن امتم تبدیل به یک کاسه غذا میشه و از هر طرف دشمن هجوم میاره. صحابه گفتن یا رسول امت قلیله، گفتن نه میلیون ها میلیارد ها میرسه، میلیون ها میرسه که امروز 1.5 میلیارد رسیده. گفتن خب پس چی میشه؟ گفتن اینها حب الدنیا و کراهیت الموت، از مرگ میترسن، محبت دنیا پیدا میشه و از مرگ میترسن. چرا از مرگ میترسن؟ چون لذت دنیا رو ترجیح میدن بر لذت آخرت. ولی انسانهای مؤمن شایسته انسانهایی هستند که زمانی که میدانن که به اینه که حضرت اقبال میگه که نشان مرد مؤمن با تو گویند که چون مرگش رسد خندان بمیرد. الله سبحانه و تعالی مرگ ما و شما و همه عزیزانی که صدای ما را میشنوند چنان مرگ بگردانه که خندان بمیریم.
و ما مشتاق لقای الله سبحانه و تعالی باشیم بمیریم و الله سبحانه و تعالی لقای ما و ملاقات ما بندگان ضعیف خور بپذیره و دوست داشته باشه. آمین. خیلی ممنونم جناب مولانا و امیدواریم بینندگان عزیز که همونجوری که جناب مولانا فرمودن و دعا کردن الله متعال من و شما را از جمله کسانی بگرداند که لقای اون رو دوست داریم و با امید که اون هم لقای ما رو دوست داشته باشه. همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم تا برنامه بعدی. الله یار و نگهدار شما.